ضررش زیاد می شود، فایدهش نه دیگر. از همین لحاظ در دعوت من برادرای عزیز انشاءالله سخنها را میگم به خاطر که اینجا ثبت می شود. من چیزی را خواندم، من از عقل خودم نمیگم، عقل ما به این گپا نمیگیرم. چیزهایی را که خواندم همونها را من از چیزهایی که میگم همه از کتابم که عزیزای خدا میگن واعظ یا نصیحتگر اول چیزی را که باید که اجرا کنه همین است که هر چیزی را که میگه باید ادرس شد، دلیل شد بداند سخنش از کجای یا همون سخن دلیلش چی است. دیگر نصیحتگر میگه خودش از دیگرها برتر نداند و کسی را در همون محفل شرمنده نکند، زیرا پوشانیدن عیب مؤمن این بر ذمه هر کدام ما برادر عزیز مهم است. او را شرمنده کردن در کار نیست، برعکس عیب او را پوشانیدن در کار. واعظ میگه باید یا نصیحتگر باید در نصیحتش با نرمی صحبت کند، هیچ وقت داد نزنه، جاغ نزنه. میگه برای وقتی زیاد میگیرم من هر یک نمی گپا دا هر کدامش دا حجت ها و دلیل ها هست که همی 1 2 3 4 5 همین ها هر کدامش حجت های خچه دارد. دیگر نصیحتگر میگه خاص به خاطر خدا دعوت کند. اگر خاص به خاطر خدا باشد برادرای عزیز انشاءالله دعوت تأثیر خچه میگذارد و همچنان نتیجه میتد. یگان مقصد دیگر در همین درون نداشته باشد. بسیار بودن آدمایی که از نام اسلام استفاده بردن، از نام دین استفاده بردن. برای همین مقصد در نصیحت هیچ وقت هدف باید نباشد، مقصد باید نباشد. میایم به سر همون سخنی را که ابن حجر اسقلانی برادرای عزیز از دانشمندای ما و شما گفتن. بسیار عادی است، سخنی عادی است ولی انشاءالله از فایده خالی نیست. میگه اربعه حسن ولکن اربعه منها احسن. حضرت میگه 4 چیزی هست که نیک است، خوب است، لیکن با 4 چیز دیگر هست که از این دا بهتر و خوبتر است. ولی در مثال زدنش ما میفهمیم. میگه که الحیا من الرجال حسن ولکن من النساء احسن. چه سخنهای زیبا میگن، سخنهای دلچسبند، سخنهای عادی هستند ولی دلچسبند. به هر حال گویم برای آدمی که پایبند شود و عبرت بگیرد و همین را یک دستور عمل حیاتیش هم قرار دهد، اینو در درونشان بسیار سخنهای بلند را جا کردگیند. حالا بین میگد که حیا این گویم با زبان عربی است، مردم ما شرم میگن. شرم میگد همین حیا یا شرم برای هم مرد مهم است و هم برای زن مهم است. لیکن میگد اگر مرد حیا کنه خوب است یا بهتر است، ولی اگر زن حیا کند این بهترین است. گفت که 4 چیز خوب، لیکن 4 چیز دیگرش خوبتر. مرد حیا کنه خوب، زن حیا کنه خوبتر. بله برادر عزیز، حقیقتا
عزیزای خدا میگه اگر خداوند شخصی را هلاک کردنی شود، حیا را از او میگیره. شخصی را اگر خداوند اگر هلاک کردنی شود، حیاش میگیره. حیا را که گیری برادر، در جاش خشم میآید، در جاش غضب میاد، در جاش خشونت میآید، در جاش دیگه گوین زبانی تو دیگه تحقیر کننده میشود، در جای او بین خلق بد میآید. انمو آدمی که حیا ندارد، ایواز کننده حیا انمین کردارا میشه. وقتی آدم برادرای عزیز دارای خشمه، دارای بگیم که خشونت، دارای خلق بد، خی یعنی این خصلت‌های رذیله که در اون جمع میشود، وقتی در این انسان اگر همین خصلت‌ها جمع شید و دیگه انسان گفتن هم بسیار محال میشود، مشکل میشود که او را ما انسان بگیم. شیخ سعدی میگه اگر این درنده خویی زی طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی با روان آدمیت. بینازید اگر این درنده خویی، همه رفتارهای درنده را میدونید چی رفتار دارد، اگر همین درنده خویی، اخلاق درندگی اگر زی طبیعتت بمیرد، اگر در طبیعتت ای انسان همه اخلاق درنده نباشد، همه عمر زنده باشی با روان آدمیت. انا همینجا در تو با روان آدمیت زنده ای. انا همینجا نام تو را انسان گذاشتن امکان داره. زیلیهاست برادرای عزیز و گرامی، آدمی را که خداوند اگر هلاک کردنی می شده است، حیاش هم می گرفته است. لیکن اگر آدمی حیا داشته باشد، شرم داشته باشد، او آدم برادرای عزیز اخلاق خوبم دارد. او آدم فروبرنده خشمم هست، او آدم حلیمم هست، او آدم صبورم هست. آدمی که اگر حیا داره، این حیا برادر عزیز بسیار کردارهای زیادی نه که رقتیش جمع میکنه، طاقت خودش نیست. در همین پیامبر نازنین میگفت که اربعون من سنن المرسلین، 4 چیز سنت همه پیامبرا ای آدم تا پیامبر آخر زمان، 4 چیز سنت همه این بود. یکم گفتن الحیا، یکم سنت جمعی پیامبرای پیش این حیا بود برادر. عدل باشی، یعنی عدالت داشته باشی. ولی در حدیث ها آمدگی است که هرگاهی که مردی که برای او 2 زن باشه، 2 زن داره، فلم یعدل بینهما، یکی در بین همین 2 زن عدالت نمیکنه، میگه یأتی یوم القیامتی و شقه ساقط، روز قیامت اینها با یک طرفی شخ شده بلند می شود. ما همین روزا اگر بعضی ها را بگم که صدقه همون زن دیمت کنه، حق هم دارم. به خاطر برادرای عزیز به همین تلفن ها والله همین گریه خواهرها را می بینی که ما را مقصد زن دویم کردن، هفته ها سراغ ما نمیکنن. برای زندگیم ویران می شود. گفته تو خب کن، خیلی همین که بود مقصد. گفتی همین مردم همین قهینر داشتی، چی مثال اینقدر آفت و مشکلات بالای مثال دخترای مردم میاری؟ همین هینه را که نداری، همین غیرت را که نداری، چی در کار همین کار کردن؟ خدای مهربان در قرآن گفتگی است فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. شما اگر
از عهده عدالت برآمده نتونین با یک تاش کفایت کنین. با یک تاش کفایت کن. زیرا عدل در همین راستا هم مهمه برادر عزیز. زنی دویم شید یا زنی سیم شید معنای او را ندارد که مقصد این باید که یگان حق و حقوق نداره. نه. برامین این مسئله جدیه برادر عزیز. اگه من تا امروز حالی هیچ نیکای دیم کاگی نیستم برای میدونم که این کار خاتمه خوب نداره. کامش من میگه یا زن گرفتیم چی گپای زنی دیم. نه من میگم من نمیرم، من کار نمیرم هیچ وقت. برای که همین زنها دلم خنک شده میدونم شون. بسیار جدا مقصد ممکن باشد در بینشون آدمایی که عدل هم کنند، اما استثنا هم هست، ولی گپ در سر بسیاری که من روی تلفن میگم که وقتی که همونها ما را وقتا زاره میکنن که مقصد در محفل معرکه بگو بابا یاجی در همین بابت گپ بزن که همین آدما به حد حق ما را پایمال میکنن. اجای بیدا میگه زن میگیره بعد میگه شرطای ما همیای تماما تلفن نمیکنی. خای انا تا خودم تلفن نکنم. دویم همی که من شوی روزتم شوی شو نیستم. بیچاره را 5-6 شرط میمونه. خیلی بسیار با فیلم دیگه همه موندگی متهم محتاج دیگه بعد خیلی میگه میلش آخی شریعت اگر تو پیروی شریعت کنی شریعت شرطاش کی ها موندگیه. با تو ای که جا مثال ای پیش خیلی تری شرطا میمونی. همین میبینی نمیشوه چی در کار همین کار کردن. الله را بی خیلش آگاه کسای نمیتونی از عهدش نمیبروی همین اعتقاد کفایت کن. حدیث بخاری هم داریم. پیامبر نازنین گفته است که فتقوا الله واعدلوا بین اولادکم. بین اول از خدا بترسین در بین فرزنداتون هم عدالت کنین. این خیلی نمیشد که در یک فرزند نگاه خوب دوستداری بسیار دیگریش در تماما اهمیت نیست. بیشتر همین چیزا برادر از روی مال دنیا میشود. همش که 4 تنگک داره یک اکسنی خدم رفتگی بچه جون مای اویش که بیچاره خیریش کم ترک البته یا که یگان درآمدک نداره اوش دیگه خیلی که اختیارت بچه میستی همیجا میره یگان جا ایش کاری تو گفته. انمی عدالت ای بین رفته نه برادران. در بین فرزندان هم باید پدر و مادر این دوستداریش به همش تقسیم یک تقسیم شدگی باشه. همه را دوست داشتن در کار جدا کن در کار نیست. عدالت برادر عزیز دیدیم که از هممون باید عدالت داشته باشیم. هر نفرمون در همه کار باید ما راستی را عدالت لیکن کسی که باز زیر دست داره برای اونا میگه مهمتره که عدالت داشته باشه. عدالت باید که اجرا کنه. ولی یک قصه بسیار مشهور دوره حضرت عمر ده همون یکی از شهرهای در ملک شام غساسانه گفتگی ملک شام در ملک شام یکی از گویم همون آخران پادشاهی که در همون زمانی میلادی قطعی میگن 632 638 همگی 6 سال نفری به نام جبلته ابن ایهم همین آدم میگه اصلا در اونجا نصرانی ها بودن. یه آدم نصرانی بود خودش. همین آدم در همونجا میگه پادشاهی میکرد. عهد حضرت عمر ده میگه خدا در دلش یک در آورد و گفت میرم اسلام میارم. همین آدم بعدا میگه وقتی که آمد به مدینه حضرت عمر میگه بسیار استقبال زیباش گرفت. بسیار استقبال زیباش گرفت. همین مردک پادشاه کلمه را عرضه کرد اسلام آورد. بعد از آن با حضرت عمر مصلحت کردند که چی میشود که حج بریم.
یک جویا طواف کنیم، یک جویا حج کنیم، با گشته بیاییم. حضرت عمر گفت بسیار خوب میشه، میریم. رفتن مکه، در گرد خانه کعبه برادرها طواف میکردن. بناگاه یک فقیر را میگه از بنی فزاره، میگه همین فقیر میگن نافهمیده ازار همین ابن ایهمه، همین پادشاه را که نو اسلام آورده، همون ازارکش میجقه، نافهمیده ازارش میجقه. این مرده یک عمر پادشاهی کردگی میگرده، میبینش یک فقیری همتری به صاحب چوب همین یک مش در بنیش میزنه. میگه تو قاری چی؟ تو میگه نمیبینی؟ اگه برادرها این فقیر حضرت عمر که دیده است، دویده میگه میروه مقصد بنی شکستگی و بنی پری خونقتی. حضرت میگه همین مردک میگه حاضر من نفهمیده پوچکش چه قیدم، این همی یک مش در بینی من زد. حکم که حضرت حق من از این آدم من طلب دارم، ها عدل بینی نک. میگه در فیروز که اینجا بیا. گفت ابن ایهم. گفت چی گپی؟ گفت همین را خودت زدی؟ گفت ها من زدم. برای چی زدی؟ گفت پاچه من جقید. گفت قصدن کرد؟ گفت نه نادیده. خیلی گفت قصدن نکرده باشه، نادیده کرده باشه، در اسلام یک قانونه، یا عذرخواهی که بگو بخشش که همین کار من کردم، یا مستی یک مش در بنید میزنه. این مردک یک عمر حاکم گفت، عمر گفت در این دین شما منم یکم یم یگای. گفت ها هر دد یکین. گفت این دین گفت همین خیلی دینی است که هر دد یکین. یگان گفت من از این فرق نگو، فرقیت نداره. فرقیت گو الله گفت است این اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی نزد خدا میترسه بهترین شما گو هم کسی که از من میترسه. بعد گفت این خیلی باشه، گو مرا یک مهلت بده من فکر کنم. مقصد مرا گردن میاری نمیتا که من یادم از بخشش پرسم. حضرت عمر گفت چی مقدار وقت در کاره؟ گفت همیشه یا فکر کنم. همیشه شب شد، همه یمو نفرهایی که خطیش بدن همه اکشا گرفت، ای مکه فرار کرد. فرار کرد برادرای عزیز طرفی همین استانبول امروزه، این را همو گویم قسطنطنیه میگن یا کنستانتینوپل. این خیلی چند نام داشت. این استانبول اصلا پیشینه این را ویزانتیا هم میگفتن. چند نام ها دارده، مقصد اکود نام های قدیمینه پیشش. بعد به همجا را فرار کرد. ابن اساکیر میگه که وقتی با اونجا را رفت از دین اسلام گشت، مرتد شد و با همون مرتدیش بعد دنیا را پدرود گفت. لیکن گپ در سر این برادرای عزیز که این اجرا کردن عدل بی برای حضرت عمر فرقش تو میگریزی، تو میستی و هم قانون اجرا کنه که در پیش خداوند جوابگر نشود. پس برادرای عزیز